الحمد لله على إحسانه والشكر له على التوفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين رواه أبو داود. دوستان و سروران عزیز، امروز می خواهیم درباره بسیار موضوع مهم صحبت نماییم. موضوع حکم هجرت است که آیا هجرت در اسلام چه حکم دارد؟ هجرت کردن وابسته بر حال هر شخص فرق می کند برای هر انسان و همچنین نسبت به هر کشور هجرت کردن فرق دارد. آیه‌ای که من تلاوت کردم، از این آیه علما استنباط میکنند و الله ذوالجلال میفرماید الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها. آیا زمین الله کلان نیست که در آن هجرت کنید؟ شأن نزول این آیت درباره کسانی هست که هجرت به مدینه فرض بود، واجب بود. باید هر انسانی که مسلمان میشد به مکه به مدینه هجرت میکرد. اما کسانی که در مکه بودند، بعضی انسان ها که قوه و قدرت داشتند برای هجرت کردن به مدینه هجرت نکردند و کفار و مشرکین قریش آنها را سپر قرار دادند در جنگ بر علیه مسلمانان و اینها کشته شدند و الله ذوالجلال این آیه را نازل کرد. فرمود الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها. آیا زمین الله کلان نیست که در آن هجرت نمایین؟ و پیامبر صلی الله علیه و سلم با هر انسانی که نزدش می آمد و مسلمان می شد بیعت می گرفت. یکی از شرط این بود که باید دیار کفار و مشرکین را رها کنند و با دار الاسلام و با پیامبر صلی الله علیه وسلم بپیوندند. و از این آیه‌ای که من تلاوت کردم، این دلیلی هست بر واجب بودن هجرت برای کسی که در کشور زندگی میکند که دین خود را آزادانه نمیتواند انجام دهد و به دین خود عمل کند. برای هر انسانی که اگر این گونه شرایط دارد، این گونه حال دارد، میتواند به دیگر کشور هجرت کند تا دین خود را آزادانه انجام دهد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظهر المشرکین. من بیزارم از آن مسلمانی که در دیار کفار زندگی میکند. شأن ورود این حدیث، جریر ابن عبدالله رضی الله عنه میفرماید پیامبر صلی الله علیه و سلم یک سریه را به طرف یمن که یک طایفه به نام بنی خثعم بود که آنها مشرک بودند و بعضی در مابین آنها مسلمان شده بودند و پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که این سریه را برای جهاد، برای فتح آنجا فرستاد، در آنجا بعضیا اولا قاعده این بود که هر مسلمان ها وقتی که در یک جا حمله میکردن اولا آنها را دعوت میدادند. اگر از جانب آنها یک جواب می آمد به آنها یعنی مطابق به حالشون عمل میکردن. و در اینجا بود که بعضی آنها در وسطشان کسانی بودند که مسلمان بودند و آنها به سجده افتادند، یعنی این نشان میدادند که ما مسلمان هستیم. اما با وجود این درگیری بین مسلمان ها و همون مشرکین رخ داد و در اینجا آنها همون مسلمان هایی که بودند در وسط کفار آنها کشته شدند و این قضیه را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اینها این گونه شد
بعضی مسلمان ها که در بین کفار بودند کشته شدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظهر المشرکین، من بیزارم از اون مسلمانی که در بین کفار و مشرکین زندگی میکند. پیامبر و صحابه رضی الله عنهم سوال کردند که یا رسول الله برای چی؟ گفتن لا ترى نارهما، چون که شما نمیبینید آتش آنها را. یعنی آنها را شارحان حدیث میفرمایند که یعنی انسان نمیتواند که فرق کند بین کفار و مسلمان. و از این حدیث علما میگیرند که هر انسانی که در جایی که زندگی میکند اگر به دین خود آزادانه عمل کردن نمیتواند، پس برای اون انسان هجرت کردن واجب است. و علمایی که فقهای خاصتا 4 مذهب بر این نظر هستند که انسانی که در دارالکفر زندگی میکند و نمیتواند به دین خود عمل کند، هجرت کردن برای او واجب است. و اقوال آنها را در کتاب الحاوی الکبیر للماوردی ذکر میکند و همچنین محلای ابن حزم و المغنی لابن قدامه و این کتاب هایی هستند که اقوال این علما را ذکر کردند. پس هر انسانی که خاصتا در زمان ما و شما، هر انسانی که در جای زندگی میکند که به دین خود نمیتواند عمل کند و دین خود را آزادانه آشکار کردن نمیتواند، برای این گونه انسان واجب و فرض است که به یک جای برود که در آنجا بتواند به دین خود عمل کند. و الا مطابق به این آیه و احادیثی که من ذکر کردم و همچنین اجماع علما هست که ابن کثیر در تفسیر خود ذکر میکنند که واجب است همچنین به اجماع علما که انسانی که در جای زندگی میکند که دین خود را آشکار کردن نمیتواند، پس واجب است هجرت کند. دوستان و سروران عزیز، این حکم به خاطر این است که ما و شما امروز حالمان این گونه هست که در جایهای ما و شما زندگی میکنیم که آزادی دینی نداریم، نمیتوانیم به دین خود آشکار عمل کنیم. ریش میگذاری، ریشت را میتراشند، حجاب میکنی، حجابت را میکشند. و فرزندان ما نمیتوانند به مسجد بروند، نمیتوانند تعلیم دین خود که فرض است، نمیتوانند که تعلیم دین خود را آزادانه بگیرند. و همچنین دیگر شعائر اسلامی که ما در مناطقی که زندگی میکنیم نمیتوانیم با آن عمل کنیم به دین و شریعت اسلام، پس برای ما و شما چاره اندیشی و به خاطر الله باید ما تغییر مکان بدهیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.